هنوزم یا تنهایم به دیدار تو میایم باز میایم اگر که فرصتی باشه مجالی صحبتی باشه برای دیدنی تو است حادثه ها گذشته کفر اگر نباشدی من از وفا گذشته من از وفا گذشته با منم کن با منم کن من که با تو زنده اگه کسم یا شکستم من که با تو زنده هستم من که با تو صدا غروب رفته اولی طلوع من باش من رسیدم رو بیا که تو بیا شروع من با شب و روز قصه جدا کن چکی کن رو با من خط بکش رو جای پای گریه های آخر اسم تو ببخش به لبها ای تو خالی نفس کن قلبی کش رو با من دیری سوی بور نمسون با بزنه ناراضگیم باش عاشق همیشگیم باش از سرخیشه تو طلوع زندگی باش از هزار غروب رفته اولی طلوع من باش من رسیدم رو بیا که تو بیا شروع من با شب و هست کسی جدا کن چکی کن با من خط کش رویای بانت گریه های آخر
حرف سکوتم خالیم رو به ثبوتم به تو آب عشق تشنه کبیر لوتم نمیخوام آشفته باشم آرزوی گفته باشم تو ندار آخر قصه حرفمون گفته باشم پس از آن غروب رفتن اولی جلوی من باش من رسیدم رو بیا که تو بیا شروع من باش شب و از قصه جدا کن چکی کن رو باوره من خط بکش اجای پایت گریه های آخر من پس از آن غروب رفتن اولی طلوعی من باش سپاس و ثنا سلامت باشید. تشکر. دوستان درود میگوییم برایتان و باز هم یک شام خاطرمان را تمنا داریم و باور داریم که با تنین انداز گردیدنی همین آهنگ همین سرود با بازخوانی شدنش هوای فارم بسر دارد و این شام جذاب شما را باز هم دلکشتر خواهیم کرد زیرا امروز ما داریم بازخوانده سرود موهین نصرالله نجف آبادی که البته هنرمند دوست داشتنی و بسیار مردمی و مشهور فارسی زبان ما که در قطار همین نفران هستیم بسیار سرفراز گردیدیم از این اقدام و شما قربان شریف زاد در سیمای شما دسته هنری شما را خوش آمدید میگوییم به سفینه به برنامه خاطره ها باری دیگر. سپاسی به پایان بازم با شما تماشابینان همه کارمندان شبکه سفینه مینداری خیش رو مناسانم از نام امیر علی گروه که با این برنامه ما را دعوت کردید. همان گونه‌ای که گفتیم امروز ما و بیننده هوای فورم به سر خواهیم داشت زیرا این صفت را داراست سرودهایی که موین می سراید ایجادیاتی که او دارد یعنی بسیار دلکش بسیار جذاب بسیار فورم و میدونید شما که امروز همین فضا را برای ما مهیا میگردانید تشکر میگوییم برایتان و امید داریم که هر چاران سرودی که بازخوانی خواهد شد از جانب شما البته با شیره و مزه خود لحنی که موین دارد جور میگردد و حتما که خوش میآید بهر بیننده بهر تماشابینان و مخلصان برنامه خاطره ها. کدام سرودها را در برابر این سرود آوردید امروز؟ این لحظه در برنامه ما تصمیم گرفتیم که یک 4 سرودش رو پیشکش کنیم. کدام سرودها؟ سرودی فراموشم نکن، مخورغم گذشته، باز یک ترانه جدیدی که نو و آهنگ در آوردن، عاشق زار منم طلوع. از سبب آن که شما امروز سرودهای بهترین موین را بسیار گوش کردنی بسیار ماندگار موین را انتخاب کردید و برنامه هم همین گونه جذاب رنگین خواهد بود باور داریم و چون ما میدانیم بسیار آگاه هستیم موین که حافظ دوست داشتنی است و سرودهایش بسیار گوش کردنی است کم کم از حیات شخصیش نیز آگاهی داریم میدونیم که زیاده از 70 سال رو درست امروز موین ولی نابسته از این از پی اجرایش است از پی ایجاد است که این البته فرح میبخشد به کس یعنی به مخلصانش و شنوندگانش و ما اینچنین باور داریم که با گذشت سال موین از قطار همان هنرمندان است که اقتدار آوازش بیشتر و خوبتر به گوش میرسد فراتر میگردد و چون موین در قرن گذشته هم ایجادیات داشت حالا هم از روی خواسته و ذوق مردم سرود میخواند و به هر دور و زمان سرودهایش راست میگیرند و به هر دلها کار میکنند
و هر نفری رو که سوال میکنید موین را دوست میدارید حتما جواب میدهد چرا نه بله. و این محبت در دل شما از کی هویدا گشت پیدا شد؟ البته هنرمندای خوب و مشهور خیلی زیاد هستند، به تکرار خوب هستند، تکرار نشوندن. این به مثل آقای موین، آقای ستار، خانم گوگوش، شادروان احمد ظاهر، دیگر هنرمندایی که مشهور هستند. در این برابر بیشتر همه هنرمندا را گوش میکنیم، اما مکتب ژانر آقای موین خیلی دلنشین است. از آوان دانشجوییمان راستی من از وقتی خودم را شناختم موین رو هم میشناسید؟ بله، موین نرمندی شناخته است. کدام کسی نیست که موین را نشناسد. بار اول گوش کرده بوده در خاطر دارید؟ بله، از یکم البومی که من گوش کردم سال 1988 البوم میپرستم بود، همین گونه بود. بله، نخستین البومشان بله میپرستم نام دارد. بله در اون البوم تا حال همون سروداش در شبکه اینترنتی در گوشه خلق صدا میتن. من از راه اومدم یک سرود دارد موین، بار اول همون سرود قطعی شناخته شد برای من. و از کی سرودهایش را میسرایید؟ یک 10 سال شد. وقتی که دیدم قبول کردم، خوش پذیرفتند، از همون مدت ما سر کردیم سرودهای آقای موینا. واقعا بسیار شباهت زیاد دارد آوازتان. این به استعداد است، قابلیت است، مهارت است و چون برنامه ما هم زنده می سرایند، زنده می نوازند و هر آن کاستگی که شاید کوچک و بزرگ افتد بیننده سخت گیری نخواهند کرد چون زنده است. آن سرودی که موین را در بین خلق بهر جهانیان معرفی کرد با نام یکی را دوست می دارم بود و خود موین میگوید که این سرود را قبلا هایده خوانده بود ولی پس از این من به طور خود خواندم، یعنی آهنگ بستم از نو، به مردم پسند آمد و تا حال همین سرود را از او درخواست میکنند، یعنی تا حال دوست میدارند. گرچنده موین امروزها زیاده از 20 البوم دارد ولی در جمع آن سرودهایی که خودی موین آهنگ بسته است همه شده 5-6 تا می باشد. یکی با نام یکی را دوست میدارم، به تو میبخشم، چگونه و کعبه عشق که این سرودها را نیز به نهایت دوست میدارید. و شما کدام سرودش را به حد دوست میدارید؟ از همه سرودی دوست داشته ترین شما؟ بود پرست شده ام بود پرستی تو یک سرود دارد به حد پسند است و همیشه میسره. بله. و سرودی که عینی حال منظور بیننده میگردد کدامش؟ سرودی فراموشم نکنی. هنوز عاشق ترینم بی تو تنها با من غیر از با تو بودم بی سوای مسئله من هنوزت تو بوده در فضای خونه من هنوزم بیقراره دل دیوانه من فراموشم نکن فراموشم نکن ای تنها دلیل بودن من یاد من باش فراموشم نکن نه 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 نه
محبت در شیرانی هجره دلمی جدا هرگز نکرده ناکامی سوندودم زاد بختی من بود ندارم از تو شکل سنویشی من بود فراموشم نکن فراموشم نکن توی تنها دلیل بودن من به یاد من باش فراموشم نکن بی تو حدیث عشق و دیگر با من ندارم جز با تو بودن آرزوی بسته ندارم بی پیچیت خاطرم در خلوت شبای من تکرار اسم قشنگت شده عادتی لبهای من فراموشم نکن فراموشم نکن توی تنها دلیل بودن من به یاد من باش فراموشم نکن هنوز عاشق ترینم بی تو تنها باور من بیر از ما تو بودم این سمای من سر من هنوز عطر تو بودم در فنای خونه من هنوزم بیقراری زندگی دیوانه من فراموشم نکن فراموشم نکن توی تنها دلیل بودن من به یاد من باش فراموشم نکن فراموشم نکن فراموشم نکن تشکر قربان. سلامت بشه. واقعا فراموشم نکن از قطار همان سرودهایی است که ما هرگز فراموش نمیکنیم و اگر اهمیت داده باشد هنگام سرودن این سرود را هر دوی ما بازخوانی کردیم و باور دارم که زیر لب بیننده نیز زمزمه کرد. بله بله. و یک آهنگ جور شده است به شعری صمیمی، به شعری که بسیار فورم است و از دل گفته شده است. فرا گرفته است هوای عشق را، هوای محبت را، صمیمیت را و از این رو یک آهنگ بسیار ماندگار و بسیار فورم به وجود آمده است و وقتی که با صدای موین جور می شود و این سرود ایجاد می گردد و طنین انداز می شود به دلها رفته می رسد چون موین قریب همه سرودهایش را از دل می سراید. اگر با دل بیننده شنونده اون کسایی که مخلص موین هستند رسانیده باشیم شاد هستیم بار دیگر چون که بسیار ترانه‌های زیبا و قشنگ هستند این ترانه فورمان و در سرودنش یگان مشکلی پیش می آید چون شما در برابر آنه که سرودهای ماندگار موین را می سراید در همین برابر باز هم آوازتان را یک کمی مانند کرده این سرود را می سراید. بله این سرودا البته دشواری‌ها دارد زحمت دارد شاید صدای من در جای بعضی سرودا نرسد خستگی کند کمی باشد چون که هنرمند موین خیلی
و همگان معلوم است هنرمندی به همتاست. هرچند که گوش کنی به دل نمیزند. فارام هستند از ترانه ها، از آهنگایش خطایی یافت نمی شود. هنرمند موین به شمار مخلص ها دارد در سرتاسر جهان. بله بله، کنسرت های گذراند، سفرهای هنریش وقتی بر واسطه سایت اینترنتیش تماشا میکنیم به شمار است. شما سرود فراموشم نکن را از کی آموختید و از کی میسروید؟ 6 سال شد در محفل ها در لحظه‌ای که دعوتی میشویم ما میرویم. سر اول بسیاری ها خواهش میکنن که از موین شروع کنید، بعد دیگر ترانه‌های تاجیکانه و میلی خودمون. این هم از محبتی به پایان مردم ما نسبت به موین درک میدهد و از اینجاست که چندین بار موین سفر داشت به جمهوری امان، کشوری عزیزمان، و بسیار شاد گردید از پذیرایی مخلصان. بیایید از همین روحیه بیرون نمیبریم و باز هم سرود سیوم برنامه را منظور بیننده میگردانیم. مکورگم گذشته ها گذشته، اگه از به غصه خورده گذشته برنگشته. بی فکری آینده باش، به شاد سزنده باش، به انتظار سزنده خورشیدی تو بنده باش. کمی صفا کن، گذشته را رها کن، اگه نباشه دریا اگرچه اکتفا کن. کمی صفا کن، گذشته را رها کن، اگه نباشه دریا اگرچه اکتفا کن، اگرچه اکتفا کن. لی 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 قسمت تو می بوده که من سرت گذشته، مکن گلایی از فلک این کاری سر نمیشه. قسمت تو می بوده که من سرت گذشته، مکن گلایی از فلک این کاری سر نمیشه. کمی صفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباشه دریا اگرچه اکتفا کن. کمی صفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباشه دریا اگرچه اکتفا کن، اگرچه اکتفا کن. زندگی شاممه رنگینش مکن، عمری گران میگذرد خواهی نخواهی، سل برات پول نرود رو بی تبایی، مطلبی دل رو طلبت سوی خدا کن، زاکی بود رحمتی بود باید تنایی. کمی صفا کن، گذشته را رها کن، اگه نباشه دریا
فقط اکتفا کن کم صفا کن انجاممو رها کن اگه نباشه هریام فقط اکتفا کن فقط اکتفا کن. در برابر آنه که آهنگ‌های موین بسیار آرام است و فرح می‌بخشد، به همین گونه تاثیرگذار است در روحیه ما، به طبع ما و خود خصلت موین هم همین است. بسیار طبیعتی آرام دارد، بله، و آرامی را میپسندد. خیلی که گفتیم از عشق میگوید، از محبت بیشتری سرودهایش را، رفاقت و دوستی و هرگاه ترنم میکند وصف میکند همین گونه صفات را، همین گونه احساس را، همین گونه خصلت را و اینچنین به دعوت میکند شنونده خود را، مخلص خود را به سرجمعی و دوست می‌دارد. وقتی که اهل عائله جمع هستند و یا دوستانش سرجمع است، این را دوست می‌دارد، تبلیغ میکند، تشویقات میبرد، البته با ترانه‌های خود که ما به این باور داریم تاثیرگذار خواهد بود. شنوندگانی که ما این رو گوش میکنند کمی هم باشد ما را قبول کرده باشند شاد میشویم. در ژانر، در اسلوب موین در سرودهایشان بیشتر درد دیده میشد. ساخت آهنگ و شعرهایش در وصف عشق و محبت و صداقت و انسان دوستی است. آن چیزی که سرودهای موین را بسیار فصیح و بلیغ کرده است، به گویم کمالات رسانیده است، تا دل مردم برده است، این پیش از همه تاثیر شعر بلند را میپسندد، انتخاب میکند و همیشه کوشش مینماید صمیمیت باشد در آن شعر. میگوید وقتی که شعر صمیمی است، آهنگ صمیمی با آن جور میشود و با آواز صمیمی موین بیوسته به دل میرسد. همین گونه است. وقتی که شعر خوب باشد به گوش شنونده هم خوب میرسد. آهنگ هم با شعر مطابقت میکند وقتی که شعر خوب باشد. و باز هم در آخر کدام سرود را پیشکشی ما و بیننده میگردانید؟ در آخر برنامه یک ترانه جدید بازم از موین پیشکش شما میگردانیم. عاشقی دارد منم، مجنونی دیدارد منم، بیمارد منم. اومدی مصرف کنی، از بی کسی خسف کنی، اینجوری با مصرف کنی تو. عاشقی دارد منم، مجنونی دیدارد منم، بیمارد منم. اومدی مصرف کنی، قلبی کسی خسف کنی، اینجوری با مصرف کنی تو. عاشقی دارد منم، مجنونی دیدارد منم، بیمارد منم. اومدی مصرف کنی، از بی کسی خسف کنی، اینجوری با مصرف کنی تو. خوشترین سالم توی، بالوی و بالم توی، هرچه که میسالم توی تو. بیتری درمونمی، چشم و چراغی خونمی، هرچی که منو میخونمی تو. گلی دنیامی، گلی چشمامی، عشق و رویامی، فکر فردامی،
آن که میخوامی تا ابد با من گل دنیامی نور چشمامی عشق و رویامی فکر فردامی آن که میخوامی تا ابد با من عاشق یارم منم مجنون دیدارم منم بیمارم منم اومدی بسم کنی از بی کسی خسم کنی یوری با بسم کنی تو خوشتری سالم توی بالوی یا مازم توی شکلی میسالم توی تو بیتری درمونمی چشم و چراغی خونمی هرچی که من میخونمی تو گل دنیامی نور چشمامی عشق و رویامی فکر فردامی آن که میخوامی تا ابد با من گل دنیامی نور چشمامی عشق و رویامی فکر فردامی آن که میخوامی تا ابد با من تشکر قربان. همین محبت است که زمین را حیات را پایدار نگاه می‌دارد و ما همیشه کوشش میکنیم تا اینکه همین محبت پایدار باشد در دل ما، در دل شما بیننده عزیز و ما باز هم برنامه‌های دیگر را منظور شما خواهیم کرد و ما باز هم از پی به دست آوردن دل شما خواهیم گشت. بار دیگر شما را سپاس میگویم که برنامه ما را رنگین نمودید و یک هوای خوش بخشیده توانستید به امروز ما، به این شام ما. بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشید. در همین نقطه بسیار والا، در همین نقطه بسیار فرح بخش برنامه خاطره ها جمع بست میگردد، ولی باز هم برنامه های دیگر تلویزیون سفینه ادامه دارد. با ما باشید دوستان عزیز، سلامت باشید.